چون تنها میشم تو ماشین، وقتی که تنها با خودم میخونم و خوانندگی هم بلد نیستم، ولی علاقه زیادی به اهل بیت دارم، با خودم مدعی میکنم اگه اشکالی نداشته باشه براتون دو سه بیت از آقای امام حسین بخونم. درست سازگاری نداره با این طبیعت زیبا که نگاه میکنین. من هم روزه بخونم، خب طبیعت زیبا و بیت دلنشینه، با روزه هم خوری نداره. من روزه نمیخونم، چند بیت شعر میخوام بخونم که به یاد محرم هم بیافتین، به یاد امام حسین هم بیافتین. هر جای زمین پهناور هستین، هر کشوری هستین دارین زندگی میکنین، انشالله خوش باشین و هیچ وقت اهل بیت رو فراموش نکنین. چون در لحدم نکیر و منکر دیدم، یک همه اعضای مرا بوسیدن، گفتن که ز تو بوی حسین می آید، از آمدن خویش خجل گردیدن.